سلام و درود به تمام شما بینندگان عزیز و هواداران پخت و پز. الان این خوراک اشتیاوری که شما میبینید این رو همیشه من در خانه میکنم. رسپت نو است و این یکی از خوراک‌های سیر غذا و یکی از خوراک‌های کم خرج است و برای شما خیلی مناسب است دوستان عزیز. و بنابراین تصمیم گرفتم که این رسیپ رو با شما بگویم. البته با ما همراه باشید تا آخر ویدیو، با ما همراه باشید. تمام سری این خوراک رو با شما میگویم. البته وقتی یاد گرفتید شما تشکر میگویید. و عزیزان تا حال عضو نشده باشید عضو شوید و لایک گذارید و زنگوله رو فعال کنید و دعا میکنیم که خداوند از همه شما راضی باشد. می رویم با آماده کردن خوراک. ما 500 گرم گوشت چرخ کرده یعنی گوشت فرشی داریم. تنوکش میکنیم و پیش از همه تقریبا یک قاشق نمک میزنیم تا که نمک رو در خودش گیرد. یکی از سرهای گوشت رو پختن این است که اگر شما یک 20 دقیقه یا 15 دقیقه پیشتر نمک رو کنید تا که گوشت در خودش نمک رو گیرد، آن گوشت با مزه می شود، یعنی بهتر می بیاید تا اینکه نمک رو در داخلی دیگ بیاندازید. خوب آمیخته میکنیم به هر نوعی که شما میتوانید آمیخته میکنیم و جای میگذاریم. خوب میگذاریم با آماده کردن سبزیجات. البته 3 دانه یا 4 دانه پیاز به هر شکلی که شما خرد میکنید. البته این آب میشود در داخل خوراک. مهم نیست که مثلا خیلی نازک یا اینکه مثلا غفص برید. و همچنین یک دانه پمیدور رو ما همچنین خرد میکنیم انا به همین شکل کوب مانند. و شما میتونید که با شکل های دیگر، یعنی شکل آسانش همین طور است. البته پمیدور هم یک خاصیت دارد، ویتامین C در ترکیبش هست. همه سبزیجات هایی که ما در خوراک ها می اندازیم اینا سرشار از ویتامین ها هستند و برای ما مفیدند. خب یک دانه بلغاری شیرین یعنی قرنفل شیرین اینم با کوب مانند خرد میکنیم. سبزیجات ما آماده شد. میگذاریم شروع میکنیم با پختن غذا. اول در یک ظرف دیگر در یک کاسرولکا آب گرم میگیریم و 1 کیلوگرم یعنی اسپاگتی ماکارون، خود ما ماکارون میگوییم، به زبان انگلیسی و آلمانی میشود اسپاگتی میگن. خب این رو میگذاریم تا به تنهایی میجوشونیم، یعنی اسپاگتی رو تا که جوشد، زیاد نجوشد، یعنی نرم شد تمام، چون که باز این اسپاگتی رو دم میپرتویم. 1 قاشق نمک و میگذاریم تا که بجوشد. در ظرف دیگر ما 150 گرم یا کمتر از این روغن میپوشیم. این خوراکی که ما الان میکنیم با اندازه تقریبا 5 نفر است. 5 نفر با 1000 سیر میشود. در اول ما گوشت رو تف میدیم. وقتی که گوشت رو در اول تف دادیم خوراکمون چی میشود؟ خوشمزه تر میشود. و کسانی که پاور هستند، آشپز هستند، این را بهتر میتونن. کمی سخت است برای این گوشت فرشی رو خرد کردن. یک علاج کرده باید که دانه دانه کرد. همیشه به هم میزنیم، بعد دانه دانه میشود. باید چسناک رو یعنی سیرپیاز رو هم با کمک دعوت کرد. بدون سیرپیاز خوراک آنقدر خوب نمی شود و این سیرپیاز هم خاصیت های خیلی زیاده دارد.
بعد از تفت گوشت البته پیاز رو ایلوه میکنیم و با هم میزنیم و اسپاگتی رو هم یعنی میکوبیم که تو در زیرش نچسبد. 50 میلی گرم از پسته پمیدور، یعنی ما خودمون تمات میگوییم، از این تمات مخصوصی که هست در تمام مغازه ها هست، از این تو تف میدهیم. اینم یک هم خوشبویش میکند هم لذتش رو تغییر میدهد و رنگش رو هم تغییر میدهد. خب ایلوه میکنیم چسنوک رو هم، یعنی سیر پیاز رو هم. این خوراک اونقدر زیاد وقت رو نمیگیره، تقریبا نیم ساعت بیشتر وقت رو میگیرد. خب دیگر سبزیجات یعنی قرنفل و پمیدور رو هم اضافه میکنیم. تقریبا یک قاشق خوراکخوری نمک، چون که این سبزیجات رو اضافه کردیم شاید که بی نمک بیاید. ما البته نمک پفکوس رو میگن مثل روسا، یعنی هر کس به خواهش خودش هست چقدر اندازه نمک یا دیگر ادویجات رو می اندازد. ما یعنی میانش رو میگویم، یعنی استانداردش رو میگویم. خوکی قلمفوری شیرینک رو یعنی سرخ رو، قلمفوری سرخ رو کوفته شده رو اینچون اضافه میکنیم. اگر مرچ هم بود خیلی خوب میشد، ولی مرچ من پیدا نکردم، مرچ هم تمام شده است. و از همون دیگر پریپراوهای آمیخته یعنی خرد کرده زدم. در ظرف دیگر میگیریم، یعنی زیربکش رو آماده کردیم، در همون ظرفی که ما مکرون رو پخته بودیم اضافه میکنیم. کمی چی کوری از اون زردچوبه که خودمون میگوییم و 200 میلی گرم اینچونین قیماق و 100 گرم آب رو هم اضافه میکنیم. تقریبا 3 دقیقه میجوشونیم تا که همش خوب نرم شود و درجه حرارت پیلتر رو کم میکنیم تا که بهتر جوشد. یعنی آب مکرون رو ریخته بودیم و در اونجا علکه مکرون رو با همون زیربک آمیخته میکنیم. خوب دم می اندازیم، از 10 تا 15 دقیقه دم می اندازیم. با همین تمام. آتش حرارت پیلتر رو کم میکنیم، گفته بودم که تا که زیرش نسوزد. علاقه تمام این غذای ما، این خوراک ما آماده هست و باور کنید خیلی خیلی با لذت هم هست و با برکت هم هست. و اگر که این رو همین رسپتی که من گفتم اگر کرده توانید مثل همین اونقدر مشکل هم نیست، هر کس میتواند کند و همیشه از این خوراک میکنید. و کمی برای خوشمزه شدن، برای زیبایی شدن کمی کبوتی رو در بالایش میپاشیم. خب عزیزان، امیدوارم که این ویدیو برای شما پسند می آید. دوستان عزیز دستگیری رو فراموش نکنید. خداوند از همه ما و شما راضی باشد. تن صحت و خانه آباد و سر بلند باشید.
ببینیم که چگونه خوراکی اشتها آور، خوراکی بولذت هم هست، هم اشتها آور هست، واقعا هم خوراکی خوب است. شاید بعضی از شما مرا سوال دید که نام این خوراکی آماده کرده ای شما چی است؟ راست گپ من خودم نمیدونم نامش چی است. البته زیاد خوراکایی که میکنم نام ندارن. هر چیزی که شما نامگذاری میکنید به شما موافق است نامگذاری کنید. شکل خوردنش هم همین است. شاید که برای بعضی ها سخت باشد خوردن مکرون، یعنی یک چنگک را با قاشق میگیریم به همین طور، یعنی درجه عالی آمده است. این را می شود که من خودم با پیاز خام میخورم یا با سلت دیگر. خوب عزیزان، در آخر ویدیو یک صلوات به پیامبر میفرستیم. با شما اشتهای تام تا ویدیوهای دیگر. خدا نگهدار شما.